در این برنامه درمان اهمیت حفظ نظافت هنگام شیردهی به کودک. حفظ صحت نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد. تغییرات در عادت ماهوار از نگاه طبی معنای آن چیست؟ در عادت ماهوار در صورتی که 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایانتر شد، یک حالت غیر طبیعی است. و در پایان درامه رادیویی چراغ با قصه های برای آینده روشن. از پیش از این لوحه تا حال 10 کرات تیر بیر شدیم. چشم ما در خط نمی چسبه. سلام و وقت بخیر. به برنامه درمان با من زلیخا زهیر خوش آمدید. درمان برنامه هفتگی رادیویی است که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه این هفته به صحت مادر و کودک و همچنین رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی به کودک می پردازیم. توجه داشتن به صحت کودکان، به ویژه نوزادانی که تازه با محیط جدید آشنا میشن، به گفته دکتران از مراقبت‌های عمده‌ای است که مادران باید بدانند. رعایت نظافت و پاکی در هنگام شیر دادن بخش مهم از این مراقبت‌ها است که بر روند رشد بعدی کودک تاثیر مستقیم دارد. در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد همی که رعایت حفظ الصحه هنگام شیر دادن چقدر اهمیت داره صحبت کنیم و بدانیم که مادران در این دوران چه نکاتی را در نظر بگیرند. این موضوع را با دکتر تغذیه در میان میگذاریم و نظر تخصصیشان را میشنویم. اما نخست به سراغ دو مادری میریم که از تجربه های شخصیشان در هنگام شیر دادن به طفلشان با ما صحبت کردند. صدایی را که در اول میشنوین از مادری است که تعریف خاصی از رعایت حفظ الصحه در جریان شیردهی داره. زهره هستم از کابل. به پاک بودنم زیاد توجه میکردم که پاک باشم، بدنم پاک باشه. 2 روز 3 روز بعد حمام میکردم و میفهمیدم که عرق نکردیم. خود دستای من نمیشستم دیگه. همی که بچه من زیر سینه میگرفتم و خوشتوب بود دیگه. هر دقیقه برای شیر میدادم دیگه. نمیشد که هر دقیقه دستای من بشویم. در گوشه دیگه از افغانستان در بامیان اما حنیفه یکی از مادر کلانها برخی از اقدامات حفظ الصحه در وقت شیر دادن را اضافی میخوانه. در مورد این نظر حنیفه دکتر تغذیه توضیح خواهد داد، اما ابتدا بیاین استدلال خود خانم را بشنویم. دسترسی نبودی و دوره در او طرفش سرگینگه و مال اونجا هر جای چوشک میکدی و مرموششن دیگه نه اونطور برابر نمشد که مریض میشه گلون درد میشه. ما شکر تندرست کتم شد، نه مریض میشد، نه گلون درد میشد، نه گوش درد میشد. یالی میگه که نه یه خوکی چوشنده گوش درد شد، گلون درد شد و دوره از ما کنتران ابجیس ناشته دادید. ما که نیمال نوسی خرای کرد مسکه قد انگوشت خمیدم مگه ایران ندی جیست ناشته دادی. یه گلون درد میشه، یه اینتر میشه، مریض میشه، گوش درد میشه. این روش ها از مادر تا مادر دیگر و از محل تا محل دیگر در افغانستان تفاوت میکنه، اما از نظر طبابت راه های درست رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی کدام ها اند؟ در این مورد از مهمان برنامه ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که همیال با ما هستند بیشتر میشنویم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین. تشکر، خوش باشید. دکتر صاحب، با هم صدای دو مادر را گوش کردیم که تفاوت‌های در رعایت پاکی در وقت دادن شیر داشتن. لطفاً شما ابتدا بگویید که پیش از شیر دادن به طفل دایه، مادر یا حتی مادر رضایی باید کدام نکات مهم پاکی و همچنان حفظ الصحه را رعایت بکنند؟ حفظ الصحه نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل اسهال نشه یا دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد. باید اول مادرها باید دستای خود و دستای طفل به آب پاک و صابون همیشه بشوین. هر باری که شیر میتن و مادر با طفل در تماس میشه دستای خود بشوین و بعد از
ای که مادر کدام کثافات را میبرن از خانه یا دیگه تماس میگیره. اگر در قریجات باشن قسمی که بعضی مادرها گفتن که ما هر کار میکردیم اما هیچ وقت دستای خود نمیششیم، نه خیر. اینا باید هر فعالیت خانه را که میکنن دستای خود پاک با آب و صابون بشوین. در مناطقی که هوا بسیار گرم است، علاوه به این نکاتی که شما گفتین، دیگه چه احتیاطهایی را باید مادرها در نظر بگیرن؟ کوشش کنه که وقتی که بعضی مادرها از همین برای طفل به جای پمپر تکه استفاده میکنه، ای باز میمانن برای نصف روز یا تمام روز و این امکان داره که طفل با مشکلات مختلف روبرو کنه که حتی طفل امکان داره زخمی شوه، سرخ شوه، التهابات مختلف به طفل ایجاد کنن. همچنان امی که با وقت طولانی میمونن امکان داره که اموی میکروبش انتقال کنن، چون طفل بالخاص اطفالی که تا 6 ماه هستن اینا چرغوک نو شروع میکنن، اینا در دان خود دست بی حد زیاد میزنن، امی مواد میتونن انتقال کنن و در پلوی این همه هیچ وقت کوشش نکنه که طفل در یک جای آزاد بارن مثل حویلی که اوجه چرغوک کنن، بخاطر که هر دقیقه و ثانیش امکان داره که طفل دانی خود دست خود بزنه. آفتاب دادن لباس یا متکی طفل چقدر کمک میکنه؟ بی حد مهم است. وقتی که متکه را مادر پاک ششت، بعد از او باید ایره در افتاو آوار کنن، چون شاید بعضی میکروباش از بین نرفته باشن، امی افتاو خودش بعضی میکروبا را از بین میبرن و نمیمانه که طفل زود مریض شوه. در مورد رعایت حفظ الصحه توسط مادر گفتین، برای خود کودک هم طفل را چگونه پاک نگاه بکنن؟ آیا از شوینده های مختلفی که برای حمام و شستشوی بدن است به طفل هم استفاده بکنن؟ طفل چون بسیار نازک است، بعضی اقسام صابون ما است، بعضی پودرایی هستند او بسیار تیز هستند، مواد اسیدی زیاد دارن، تیزابی زیاد دارن. کوشش کنن که طفل با امو صابون و امو شامپویی که برای اطفال هستند از او استفاده کنن، نشه که اونا به خاطر پاکی طفل دوباره طفل را تخریش کنن، جلدشان یک قسم زیر فشار مواد تیزابی پودرای مختلف بیاین و طفل مریض شود. اما کوشش کنن که زود طفل با صابون و آب پاک نگاه کنن، چون در هوای گرم میکروب ها بالخاص میکروب های فرصت طلب زود رشد میکنن و طفل مریض میسازن. فرض را بر این بگذاریم که مادر همین حفظ الصحه را هم رعایت کرده ولی باز هم طفلش مریض شده، چطور بفهمه که طفلش به خاطر ناپاکی یا غذای خراب مریض شده؟ علائمی که اطفال معمولا از خودشان نشان میتن کدام ها است؟ ما فقط یک مثال میگم. ما یک خانه رفتم، مرا این قصه را گفت من پاک هستم، طفلم پاک است، اما آلی طفل ما ناراحت است، میگه هیچ شیرم نمیخوره. وقتی که ما جستجو کردم دیدم که دیگه طفل دانی امو طفل دست خود میزد و کتیری میکرد. نو به این اطفال وقتی که طفل اگر شیر مادر را نمیمکه یک جای تشویش است. اگر طفل احساس ناراحتی میکنه، مثلا شکم درد احساس میکرد یا طفل زیاد گریه میکنه یا دلبدی برش پیدا میشه یا در پالوی دلبدی استفراغات پیدا میشه یا در پالوی استفراغات اسهالات پیدا میشه، این همه حالاتی هستند که زودتر باید مریض به نزدیکترین مرکز صحی ببرن و قبل از اینکه به دکتر میرسه در مرا باید مادر شیر خود ادامه داده بتانن، چون امکان داره که ضیاعاتی که طفل دارن باعث شود که طفل بی حد ضعیف شود، نمانن که در میرا هم بدون دادن شیر مادر طفل باشد. از اسهال و استفراغ گفتین، اگر یک طفل، خصوصا یک طفلی که هنوز 6 ماه هم نشده، اسهال یا استفراغ داشته باشد، در همین زمان چگونه باید به پاکی و مراقبتش توجه شود؟ اینجا خب من 3 نقطه را میگم. اولین کاری باشن که هر باری که این طفل به اسهالات مبتلا میشن، این طفل باید با آب پاک و صابون تمام بدنش، پایش اگر باشن دیگه بدنش پاک کنن و بعد از او برای شیر شروع کنن. اگر در جریان شیردهی طفل با اسهالات مبتلا شده بود، ضرور نیست که از شیردهی خود جدا کنن. وقتی که شیر تکمیل شد بعد از او طفل را ببرن پاکش کنن و این طفل را آب و صابون استفاده کنن. دوم، مادرها بعضی وقت دست خود میشوین،
سپس که میاین پمپر از طفل اوسو میکنه و شیر دادن شروع میکنه. نه خیر، شما بعد از دست پاک کردن دوباره دستتان با یک چیزی ناپاک تماس پیدا کردین که او پمپر یا تکی طفل است. بعد از او دوباره باید دستای مادر پاک بشورن و بعد از او شیر خود شروع کنن. و سوم، وقتی که طفل با وجودی که شیر مادر میخورن، بعضی وقتا طفل یک حالت می داشته باشه که دست خود در جریان شیردهی هم در دهان خود میزنن و هم در جاهای ناپاک بدن خود میزنن. امکان داره که دست طفل که سری سینی مادر زده میشن، از اموجه میکروب از طریق شیر مادر و یا تماس طفل به طفل انتقال یابند. بسیار خوب، تشکر. دکتر صاحب، اگر مادر مریض باشه در اون صورت هم میتونه که به طفل شیر بده؟ بله، مادری که مریض باشن از این کده که مریض اگر نبود در این حالت مریض بودنش بهتر است که شیر بدن. ولی بعضی اوقات مادرها فکر میکنن که امی مریضیشان از طریق شیرشان به طفلشان شاید سرایت بکنه. مشخص چند مرض است که در کتابا نوشته است. غیر از او اگر مادر اسهالات داشته باشن، سینه و بغل باشن و یا بعضی امراض دیگه داشته باشن، اینا میتونه شیر خود بدن. و این خوبی ای دارن که وقتی که مریض باشه مادر، بدنش در مقابل مرض انتیبادی یا معافیت بدن خود بلند میبرن و از طریق شیر مادر امی معافیت بلند به طفل انتقال میابه و وقتی که طفل به این میکروب مبتلا مواجه میشن، امکانش کم است که طفل مریض شود. اما بعض امراض مشخص است که دکترای مشخص به اونا میگن که شیر خود بتن یا شیر نتن. به طور مثال اگر مادر سرطان باشن و دوای سرطان میخورن، امکان داره که ما دکتر برش بگه که در این وقت شیر نتین، یا مادر شعاع میگیرن به خاطر تداوی سرطان، در این وقت میتونه که دکتر بگه که شیر خود نتین. حتی اگر مادر به توبرکلوز مبتلا باشن و مادر دوای خود شروع کرده باشن، مشکل نیست، مادر شیر داده میتونن. حالا اگر یک مادر بخواهد که شیر را نگاه کنه تا برای دفعات بعدی به طفلش بده، کدام نکات را باید در نظر بگیره و وقت دوباره دادن به طفل هم کدام اصول حفظ الصحه مراعات شود؟ شیر خود باید هیچ بیرون نکشن و دیگه ظرف نکشن. اگر باز هم اینا فکر میکنه که طفل مریض نشه، از ماسک استفاده کنه اگر تکالیف تنفسی داشته باشن. اگر باز هم شیر خود کشیده تا 8 ساعت در حرارت اتاق که ما تقریبا 24 الی 26 درجه حرارت باشن، شیر مادر خراب نمیشه. اما اگر در فریزر شیر خود نگاه میکنن، اینا میتونن که با زیادترین روزها شیر خود هم دوجه نگاه کنن. این تصور که شیر گرم شود چطور دکتر صاحب؟ نه خیر، شیر باید مستقیما گرم نکنن. اگر نگاهش میکنن یک ظرف دیگر بانن در اوجه او باشن و در او او اما ظرفی یا پیالی شیر بانن که مستقیما به حرارت روبرو نشه. امی اوی که گرم میشه توسط امو شیر مادر هم کم کم گرم میشه و بعد از او به طفل بدن. سپاس از حضورتان در برنامه و نکات مهمی را که بر مادرای عزیز شریک ساختید. تشکر از شما. قسمی که دکتر لودین گفت مادران باید پیش از شیر دادن دستهای خود را حتما با آب و صابون بشویند تا از انتقال میکروب ها جلوگیری شود. اگر طفلی هم به اسهال مبتلا شده باشه، باید تمام بدن او پاک و تمیز نگهداری شود. همچنان تاکید کرد که دستهای طفل نیز باید مرتب شسته شود، چون کودکان در محیط خانه و بیرون با چیزهای مختلف تماس میگیرند و ممکن است که میکروب ها از همین راه انتقال پیدا کند. شما درمان را میشنوین. برنامه را در این بخش با موضوع ادامه می دهیم که جزء طبیعی از زندگی زنان و دختران است. عادت ماهوار، قاعدگی یا حیض. دورانی که با دردها در بدن، تغییرات خلقی و جسمی همراه است. اما این چرخه که هر ماه زنان او را تجربه می کنند همیشه منظم نیست و گاهی دچار تغییر هم میشه. این تغییرات دلایل مختلف دارد که نشانه های بارز آن کوتاه یا طولانی شدن زمان آن، قطع شدن ناگهانی عادت ماهوار بر مدت کوتاه و یا دائمی و ترشحات عادی با رنگ های متفاوت می باشه. ای که از نگاه طبی این تغییرات چه معنایی داره و تا چه اندازه میتونه که نگران کننده باشه، در برنامه امروز به او میپردازیم. اما در ابتدا گزارشی را از همکارم در این زمینه بشنوین. در سراسر جهان دختران پس از رسیدن به سن بلوغ عادت ماهوار را تجربه می کنند. با این حال چرخه عادت ماهوار همیشه منظم نیست و عوامل مختلف می تواند باعث تغییر در آن شود. بر اساس معلومات سازمان خدمات صحی بریتانیا یا NHS،
چرخه طبیعی عادت ماهوار معمولاً هر 21 تا 35 روز رخ می دهد و بین 2 تا 7 روز دوام می کند. زرمین توخی باشنده هرات می گوید پس از استفاده خودسرانه از دوا عادت ماهوارش برای 6 ماه قطع شده بود. می گوید زمانی به دکتر مراجعه کرد که درمان خانگی نتیجه نداد. من یک پیچگری سلوار سنگ کار کردم چون دیگه نماستم کاملشون. این پیچگری سلوار سنگ که بزدم کاملا مریضی من از بین ببرد. هرچی دوا خونگی میخوردم تخم شد میگفتم بخور، زعفران بخور، گلقند میگفتم تو جوش کنده بخور، چای سیاه تیره بخور، ولی هیچی تاثیر نمیکرد. بعد از اینکه من پیش دکتر برفتم گفت نه تو هم پیچگری سلوار سنگ که بزدی ای به تو نقص کرده، ای به تو کی اجازه داد که تو پیچگری کردی؟ به گفته یکی از مؤسسه های فعال در حوزه صحت طفل و مادر، حدود 30% از مراجعه کنندگان در مراکز صحی آنها دختران و زنان 15 تا 25 ساله‌اند که با مشکلات عادت ماهوار روبرو هستند. به گفته یکی از کارکنان این مؤسسه، فشارهای روحی و روانی، امراض التهابی رحم و آبله‌ها یا کیست‌های تخمدان از علتهای اصلی تغییر در عادت ماهوار است. نگینه دختر 21 ساله از ولایت فاریاب یکی از کسانی است که به گفته خودش فشارهای روحی ناشی از خانه نشینی نظم عادت ماهوار او را برهم زده. حال بسیار دردناک شده. خونریزی بعضی ماها زیاد میشه و بعضی ماها هم کم. در یک ماه 3 بار عادت ماهوار تجربه کردیم به خاطری که نامنظم شده بود. آمار دختران و زنانی که در افغانستان به اختلال عادت ماهوار روبروند وجود ندارد. اما حداقل در یک مورد ارقام را به دست آوردیم که یک تصویر کلی در این مورد می تواند ارائه کند. روحینا حقیار متخصص نسایی و ولادی در کابل می گوید که از هر 10 نفری که به او مراجعه می کند 4 تن آنها از مشکل تغییر و اختلال در عادت ماهوار خود شکایت دارند. با گفته دکتر حقیار، چون معاینات کلینیکی نشانه های امراض را که باعث این اختلال شده ثابت نمی سازد، نتیجه گیری آنان این است که این مشکلات به علت تغییرات هورمونی ناشی از فشارهای روحی و روانی در وجود زنان و دختران رخ می دهد. شما میفهمین فعلا قدر کارش آقام نمیکنه خانما، ولی زیادتر اینا فشارهای روحی است که سبب این مشکلات چی میشه، هورمونی میشه، تغییرات هورمونا میشه. متخصصان صحی تاکید میکنند که بی‌نظمی در عادت ماهوار همیشه نشانه یک مشکل جدی نیست، اما ادامه آن نیاز به مشوره و بررسی صحی دارد. در گزارش با هم شنیدیم که عادت ماهوار چرخه‌ای است که ممکن است نظم او تغییر بکنه. اما آیا واقعا باید نگران این تغییرات باشیم؟ این تغییرات با چه شیوه‌هایی ظاهر میشن و زنان و دختران وقتی با این تغییرات روبرو میشن چه کار کنن؟ بیاین که از دکتر شفیق بابک متخصص نسایی و ولادی که ما در استودیو دعوتشان کردیم بیشتر بشنویم. سلام به شما دکتر صاحب و خوش آمدین. علیکم سلام، خوش باشین. در تجربه هایی که زنان در گزارش شریک ساختن شنیدیم که عادت ماهوار همیشه به یک روال نیست و ممکن است که تغییر بکنه. خوب است که در ابتدا شما کمی بیشتر از نگاه طبی این موضوع را تشریح بکنین که این وضعیت و تغییرات عمده‌ای که پیش میشه چی است؟ در تغییرات در عادت ماهوار یکی تغییرات فیزیولوژیک یا طبیعی می باشه که کم دوام بوده و قدر دوام نمی داشته باشه، طبیعی خود به خود از بین میره. کی تغییرات میشه در زمان عادت ماهوار، از شروع یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگه ایجاد شوه، در مقدار خونریزی ایجاد شوه و در روزهایی که عادت ماهوار موجود می باشه، مثلا از 2 روز تا به 8 روز یا 9 روز امکان داره که عادت ماهوار دوام کنه. اما به صورت نرمال فاصله از یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگر از 21 الی 35 روز در بر میگیره. در صورتی که 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایانتر شد، یک حالت غیر طبیعی بوده. باید در قسمت دلیل از اینکه چرا این تغییرات آمده معاینات لازمه صورت بگیره. خب لطفاً شما تشریح بکنین امی عوامل که مستقیما عادت ماهوار را نامنظم میکنه کدام ها هستند؟ یه عامل یکی امراض است که امراض سیستماتیک، مثلا امراض غده تایروید بسیار زیاد رول داره. دیگه تغییرات بعضی هورموناست، مثلا هورمون پرولاکتین است که به نام هورمون شیر هم یاد میشه که این زمانی که مقدارش در بدن زیاد شوه سبب خونریزی ها میشه و همچنان امکان داره در عین زمان سبب قطع عادت ماهوار شوه. و بعضی امراض دیگه است که هم میتونه باعث از این حالت شوه. دیگه تغییرات هورمونی است که
جمعی هورمونای زنانه که استروژن یا پروژسترون یا هورمونای دیگه که از غدوات مثل هایپوتالاموس یا هیپوفیز ایره کنترل میکنه، تغییرات در اونا به وجود بیاید، باعث پروسه تغییر در خود هورمونای وجود و بالاخره بینظمی عادت ماهوار شده میتونه. و دیگه حالتی که سبب تغییرات در روح و روان یک خانم میشه، مثلا استرس های دوام مدت است، ترس است، اضطراب است، محیط نامساعد زندگی است، خشونت های فامیلی است. این تمامش باعث میشه که تغییرات در عادت ماهوار ایجاد کنه. رعایت حفظ الصحت در زمان عادت ماهوار تا چه اندازه میتونه از نامنظم شدن ناگهانی همین دوره پیشگیری بکنه؟ این مسئله بسیار زیاد مهم است که یک خانم در زمان عادت ماهوار باید حفظ الصحه خود مراعات کنه، چون در این مرحله خود دهانی اون رحم باز می باشه و بسیار زود میکروبای فرصت طلبه که در محبل به صورت نرمال وجود دارند در داخل سرایت میکنن و باعث بروز حالات میکروبی بسیار شدید در خود جوف رحم، نفیرا و حتی بالاتر از او میتونه در طرق تناسلی انتقال کنند. بنان گرفتن حمام در زمان عادت ماهوار ضروری می باشه و دیگه استفاده از تکه های یا گوتکس های پاک باشه، نظیف باشه و زود تبدیل شوه. حتی در وقتی که یک خانم استنجا میگیره باید قبل از دستای خود با صابون بشویه، تماس به جای دیگه نداشته باشه. این بسیار زیاد مهم و با ارزش است. اگر از تجربه خودتان بگوین، زنانی که پیش شما مراجعه میکنن چه باورها و حرفهای درباره عادت ماهوار میگن که ممکن است نادرست باشه و حتی به صحت خودشان آسیب برسانه؟ البته شایعات بعضا موجود است در بین خانمان و فامیلا. مثلا شایعات موجود است که خانم در زمان عادت ماهوار مایات کافی نگیره، خوردن او برش نقص داره، یا مثلا بعضی ترکاری ها را میگه که نقص داره، بعضی میوجات میگه نقص داره، در حالی که تو نیست. باید یک خانم در زمان عادت ماهوار به اندازه کافی ترکاری باید بخوره. تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه. تشکر، زنده باشین از شما. نظر به گفته های دکتر بابک، تغییرات در عادت ماهوار عوامل مختلفی داره که از او جمله به مشکلات غده تایروید، اختلالات هورمونی و فشارهای روانی مثل اضطراب و ترس می توانیم که اشاره بکنیم. همچنان تاکید کردند که رعایت حفظ الصحت در دوران عادت ماهوار خیلی مهم است. و اکنون هم چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است. بشنویم که امروز در این درامه چی می گذرد. ماسومه خدا یکی سو گر شیرین، تو در قرار کردنم شد نمیفهمی. خیلی چی کنم زاهد، از دست که گشتاندم مثل دل تنگ شدم. دل تنگی نکن، خدا یکی سو گر شیرین، اگر نازش بدی دخترکم دستی آرام میشه. اوف، در ناز دادنشان مانده شدم، قرار نمیشه. بس مادر سقید دیگه گریان نکن. تو برمه بکش که شیرینکه و من ناز بتون و ناز آرامش کنم. ما بیگی اینال تو معلوم میشی. قربان خدا یکی سی گر شیرین، دخترکه و بسیار دوست دارم. نکو گریه آی شاباز گل واره خنده کن. خدا او مردکه عالمی دکتر کجاست؟ گاهی سوروان است گاهی وسو. خیمه چطور کنم؟ در خط و سبق رو نمیفهمم که جایگاه دکتر پیدا کنم. خدا یکی سی گر شیرین، دلم به دخترکم او شد. تو در پیشانیش دست بود. الله آتش سرخ خوار داغ است. الله تو صبر کن که من دستم در پیشانیش بانم. بی مادر بماره، دخترکم بسیار به حسابه. تو دخترکم بگی که من از یگان تا پرسار دکتر اطفال کنم. او خدا سیس مره بتش اینه آستای کنه بگیرش. خدا یکی سو گر شیرین، بسیار دلم میسوزه سرش. سیس مره بتش بگی وی دخترک ناجورم، من صد قید شوم، درد و بلای دسرم.
ماسومه تو در بغل همی لوحه بشی که من از یگان تا پرسان کنم. او مردکه چی میگه او ماسومه؟ خدا یکی سو کرشید دل من داختی اشتو که خوشیده نشده. نه اشتکه خود چیز نشده. اونی چپن سفید دکتر واره است طرف ما نیه. ازش پرسان دکتر اطفاله کنیم. ایاره من میگم گل گفتی پرسان میکنیم. اینه و خود امی تو دکتر هستی؟ نام سکینه است خاله، کارکنی صحی هستم. چیزی میگفتی؟ طفلکم ناجور است. از بگافت رئیس اوسو میگردیم اما دکتر اطفال پیدا کردن نمیتونیم. خدا یکی سو کرشیدی ایالدارم راست میگه. از دست گشتن الله پایک های مولکت. این لوحه پالویتانه ندیدین؟ خدا یکی سو کرشیدی از پیش از این لوحه تا حال 10 کرت تیر بیر شدیم. چشم من در خط نمیچسبه نمیفهم که دی چی نوشته شده. این امی لوحه دکتر اطفال است. رو برویتان دروازه ماینه خانهش معلوم میشه. راو برین که طفلتانه ببینه. وی ما میگم خدا خیر بده. آجره دخترم؟ چیزی میگفتی مادر؟ مادر قربانت چی میکنی؟ این در کتابچه چند جمله نوشته کردیم. خب آفرینت به خط و سبق بسیار شوق داری دگام قابل میشی. راستی گپ گوش کن. بگو چی کنم مادر؟ اونجا سرمه صابون کالاشویی بود امو را بیار کتت. سیس مادر این دستی بیار بش. خدا کمت نکنه دختره که لایق کاری باری. این مادر صابون آوردم برد. کلان چوی دخترم اینجا بانش. خوب است مادر تو خود کالاشوی دستکشم پوشیدی. معلوم دار دخترم در کالاشی پوشیدن دستکش خوب است. یگان صابون تیزاب یا ایت مواد داره که دستا را خراب میکنه. این کالای ششتگی را مثل تنها بوار میکنم. سیس اینه بیگی گوشت باشه دخترم که گوشی کالا در زمین نخوره. قرار سر تنها باورشان کن. بیغم باش مادر من احتیاط میکنم. آجره دخترم چیزی میگفتی مادر؟ در تلفن ما زنگ است امو را بیار کتت. اینم بیارمش. آقای بس استاد بیا که نفتی نمیفتم. اینه بگی. سلام علیکم. شکر از خوب هستیم. آجرام خوب است. طفلک چطور است؟ خو فرق کرده؟ خو شکر. کی را بگویم؟ حسن؟ خو با مان خدا. چرا تو جگرخون شدی مادر؟ بچه همیم خوب است نه؟ شکر او خوب است. آقای گفت که اسد زود کنه بازار بره. آقایش ضرور کارش داره. ما پریشان شدیم که برای چی تلبیسته باشیش. شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می توانید که آنها را در صفحه فیسبوک BBC میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07 04 60 60 60. و آن ده شنوندگانی که می‌خواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت‌های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، می‌توانند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره‌های مربوطه شریک می‌سازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با BBC هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.